رپسرای مشهور توجک چون امسی یا شعباز شریفوف آوازخوانی را باز کرده است و حالا حزم دارد که برای انجام حج عمره به مکه و مدینه سفر کند. در این باره روز 19 دکبر سال 2022 مسئول کانال صلاح حجامه با نشر یک ویدیو در یوتیوب خبر داد. او گفت که طبق وعده تمام خراجات سفر شون امسی به خانه خدا را به عهده خود میگیرد. او گفت امین طور خراجات سفر حج هر آوازخوان دیگر توجک را که ترک این پیشه میکند و رو به خدا میورد به عهده خود میگیرد. مسئول کانال صلاح حجامه در ادامه ویدیو پاره از مکاتبات با شون امسی را هم نشر کرده است که رپسرها در آغاز این صحبت میگوید حضرت تمام همین حالا در افیر با مخلصانم مصلحت کردیم، کنسرت بیکار کرده شد، رپ بیکار کرده شد، چپته سفر مرا تیار کن حضرت. مسئول کانال صلاح حجامه در پاسخ از شون امسی خواهش میکند که شناسنامه‌اش را بفرستد. او میگوید این کار را به خاطر رضای الله کرده ایستادم و شاید تصمیم خودت سبب شود و آوازخوان‌های دیگر نیز آوازخوانی را بس کنند و رو به خدا بیارند. شون امسی 18 ینور سال 1991 در نویه سوید به دنیا آمد. سال 1993 وقتی که او مگی 2 سال داشت عائله آنها به دوشنبه کوچید و او در پایتخت به وی رسید. شون امسی یکی از نمایندگان برجسته نسل نو رپ توجک است که در موضوعهای داغ جامعه از جمله در مسائل سیاسی نیز ترانه می‌سرود، ولی بعد حبس و حکم طولانی زندان ژورنالیستان چون دلیل امام علی که شون امسی درباره او یک ترانه علیحده نوشته بود از ادامه آوازخوانی دلمانده شده بود. برخی ترانه‌های شون امسی در یوتیوب از 2 تا 3 میلیون تماشابین جمع آوردند. موردهای به دلایل مذهبی از صحنه کنار رفتن ستاره‌های توجک در گذشته هم اتفاق افتاده است که سبب برجسته‌اش البته نمونه ملکه سعید است که بعد زیارت مکه و مدینه آوازخوانی را بس کرده حجاب پوش شد و به تجارت گذشته در فروشگاه سعادت در محله 82 یک مغازه لباس‌های دینی را میچرخاند. همین طور حاتم رفشن و برادرزاده او مهربان رفشن نیز بعد انجام سفر حج ترک صحنه کردند. حاتم رفشن حالا گاه در محفل‌های خاص ترانه‌های عارفانه میخواند. مهربان رفشن که بعداً به مشکلات مالیوی دچار شد کوشش کرد که باز به صحنه برگردد ولی شهرت پیشینش را برقرار کردن نتوانست.